عروسی عجیب و غیر قابل باور زهرا الهام در کشور استرالیا. زهرا الهام از دنیای مجردی خداحافظی کرد. دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چی بوده است؟ خداحافظی زهرا الهام از موسیقی، اما به چی دلیل؟ زهرا الهام در کدام کشور است؟ مصروف چی کار باره؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیای اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیای اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیای اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیای اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام دختر خانم هنرمند چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. زهرا الهام عاشقانه هنر موسیقیش را از برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع آغاز کرد. وی با استعداد خاصی که داشت توانست در این برنامه رقابتی مقام اول را از آن خود کند. زهرا الهام هنرمند خوب هنر موسیقیش را در کشور پاکستان در کویت آموخت. وی علاقه‌ای که به هنر موسیقی داشت به کابل آمد و در برنامه ستاره افغان اشتراک کرد. این همه در حالی است که زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان رخت مهاجرت به کشور استرالیا است. در کشور استرالیا هم به کارهای موسیقیش می پرداخت، اما تازه تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که زهرا الهام هنر موسیقیش را ترک کرده است و با جمال مبارز دوست و همکار رسانه‌ایش ازدواج کرده است. تا کنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست که آیا به واقعیت زهرا الهام با جمال مبارز ازدواج کرده است و یا هم خیر، ولی دوری زهرا الهام از هنر موسیقی موج انتقادات را به همراه داشته است. انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از زهرا الهام خواهیم بود. دوستداران و همراهان ارجمند کانال دنیای اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیای اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیای اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، پدرو.